سلام بیننده ارجمند، نویدی بامدادی است از رادیو آزادی تقدیم شما. امروز جمعه 24 ایول است و ساعت به وقت شهر پراگ 7. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. شماره پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان بیشتر خواهد شد. قرار است من بعد تاجیکستان از مسکو در یک هفته 10 پرواز چارتری انجام دهد. در این باره آژانسی خبری آزیا پلوس در تکیه به سفارت تاجیکستان در روسیه اطلاع می‌دهد. همکنون هر روز هواپیمای شرکت سامون ایر و یک روز پس هواپیمای شرکت تاجیک ایر از شهر مسکو پروازهای چارتری انجام خواهند داد. به هر پروازی هواپیمای سامون ایر 184 مسافر و تاجیک ایر 216 مسافر می توانند به تاجیکستان بازگردند. تا امروز از روسیه بیش از 30 پرواز چارتری برای آوردن زیاده از 6000 شهروندان تاجیکستان انجام داده شد. سفارت تاجیکستان در مسکو گفته است که قسم زیادی شهروندان از گروه امتیازدار، بیماران، زنان کودکدار و حامله، پیرانسالان و دیگران به وطن باز آورده شدند. اکنون دیگر شهروندان نیز می توانند با استفاده از پروازهای چارتری به تاجیکستان بازگردند. بر اثر ترکش بالون اکسیژن در کنار بازار پنجشنبه در شهر خوجند 4 نفر جراحت برداشتند. در این باره خبرگزاری‌های روسیه در تکیه به منبع‌هایشان در شهر خوجند اطلاع دادند. فعلا زخمیان در بیمارستان قرار دارند. گفته می شود که بالون اکسیژن دار که به دستگاه نگهدارنده آبی تشنه شکن وصل شده بود کفیده پاره شده است. بر اثر ترکش بالون اکسیژن 4 نفر از ساکنان که در اطراف بازار قرار داشتند به حساب خود فروشنده از پای و دیگر اعضای بدن جراحت برداشتند. بنابر گفت شاهدان این حادثه ناخوش نیمه روز 23 ایول در توقفگاه میکرواتوبوس‌های مسافربر واقع در کنار بازار پنجشنبه رخ داده است. شاهدان حادثه میگویند صدای ترکش بالون اکسیژن به درجه بلند بوده است که از شنیدن آن بسیاری ها در اضطراب افتادند. مقامات تفتیشاتی به جای حادثه حاضر شده علت رخ دادن این حادثه ناخوش را تحقیق میکنند. مقامات تاجیک گفتند در اوج پاندمی کووید 19 به مهاجران کاری در روسیه 12 میلیون روبل کمک رسانیدند. این در حالی است که مهاجران در روسیه میگویند که دولت در چنین دوره مشکل آنها را تنها گذاشت. نورالله محمدالله زاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، روز 23 ایول به رادیو آزادی گفت در دوره پاندمی کرونا ویروس به بیشتر از 20,000 مهاجران نیازمند به مبلغ زیاده از 12 میلیون روبل کمک‌های مالی و غذایی رسانیده شد. همچنین طبیبان تاجیکی مقیم روسیه برای مشورت و طبابت به مهاجران تاجیک جلب شدند، افزود او. گلرو جبارزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گفت در 6 ماه سال 2020 حدود 130,000 مهاجر برای دریافت کار وطن را ترک کرده. روند هجرت 57% کاهش یافته است. به گفته جبارزاده نمایندگی های تاجیکستان همیشه با مهاجران تماس داشتند. تلفن های باوری فعال بود و همیشه به اکثر آنهایی که به این و یا آن دیاسپوراها مراجعت کردند کمک رسانیده شد. از جمله با کمک نمایندگی وزارت در روسیه حدود 7 میلیون روبل روسی مزد مهنت مهاجران از طرف کارفرمایان پرداخت گردید، گفته است وزیر. نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند، در حالی که انتقال پول آنها به تاجیکستان کاهش یافته است. بازگشت عمومی آنها شماره بیکاران را در داخل کشور بیشتر میکند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید در این دوره از هر 10 مهاجر کاری 6 نفر از کار و درآمد محروم شد. در همین حال وزارت مهنت و مهاجرت در همکاری با شریکان رشد یک برنامه ضد بحرانی را تهیه کرده است که به کسب آموزی و کاریابی مهاجران بازگشته کمک خواهد کرد. شبانه روز گذشته در جمهوری تاجیکستان 45 حالت نوی سرایت‌یابی به بیماری کووید 19 آشکار گردیده. شماره آنها از 30 اپریل تا 23 ایول به 7060 نفر رسیده است. با گفته دفتر مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان تا امروز در مملکت 5793 نفر یا خود 82% گرفتاران کووید 19 شفا یافته. از این بیماری 58 نفر فوت دیدند. شبانه روز اخیر از 135 نفر گمانبران زیر نظارت طبیبان قرار داشته 52 نفر بعد از معالجه به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. متخصصان به درستی آمار رسمی در تاجیکستان شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان بیشتر از آمار رسمی باشد.
در حالی که شماره گرفتاران کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا از 4 میلیون نفر بیشتر شده است، پرزیدنت این کشور دونالد ترامپ انجمن حزب جمهوری خواه را که میبایست در ایالت فلوریدا دایر شود لغو نمود. روز 23 ایول ترامپ گفت حاضر برای برگزار نمودن انجمنی پر ازدحام وقتی مناسبی نیست. او گفت انجمن توسط اینترنت یا خود آنلاین برگزار خواهد شد و احتمال بعضی وکیلان 24 آگوست در ایالت کارولینای شمالی ملاقاتی کوتاه برپا کنند. دیروز خبر رسید که از 3 روز پی هم در ایالات متحده آمریکا شماره فوتیدگان از سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 بیش از 1000 نفر را تشکیل می دهد. طبق اطلاع دانشگاه آمریکایی جان هاپکینز در سراسر عالم شماره گرفتاران کووید 19 به 15 میلیون و 400 هزار نفر برابر شده، بیش از 631 هزار نفر از آن به هلاکت رسیدند. یک جنگلبان در ولایت سوخت برای نجات پدرش خرس را پرانده و با مبلغ 31,000 سومانی جریمه شده است. عبدالغفار جلیلوف سردار شعبه شکار آژانسی خواجگی جنگلی تاجیکستان گفت که این حادثه در کوههای ناحیه شهرستان ولایت سوخت هنگام گشت جنگلبان در کوهها اتفاق افتاده است. از روی بیاناتی که جنگلبان داده است، زمانی حادثه او را پدرش همراهی می‌کرده است. وقتی در کوه آنها با خرس دچار می‌آیند، خرس مشغول خوردن گاو بوده است، اما وقتی پدر و پسر را می‌بینند با خشم و غضب می‌آید و به آنها حمله می‌کند. آنها رو به فرار می‌آورند، اما هنگام دویدن پدر لغزیده می‌افتد. پسر از خوف اینکه خرس پدرش را نکشد از تفنگ دستیش تیر می‌اندازد و خرس را به هلاکت می‌رساند، گفت عبدالغفار جلیلوف. به قبل سردار شعبه شکاری آژانسی جنگلی تاجیکستان، ریاست آژانسی در ولایت سوخت این حادثه را سند و پروتکل کرده جنگلبان را به 31,900 سومانی جریمه می‌اندازد. این حادثه 4 ایول اتفاق افتاده بود. ضرر از سوی جنگلبان برقرار شده است، اما حادثه از سوی دادستانی ولایت سوخت تحت بررسی گرفته شده است، گفت جلیلوف. طبق اطلاع آژانسی خواجگی جنگلی تاجیکستان، طی 6 ماه سال 2020 در حدود کشور 47 مورد نقض مقررات شکار از سوی نهادهای محلی نهاد ثبت و به مبلغ 12,000 سومانی مجرمان جریمه شدند. در تاجیکستان 2 شبکه نوی تلویزیونی به کار شروع خواهد کرد. در این باره نوریدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در هفته نشست مطبوعاتی خبر داد طرح تشکیل 2 شبکه نو علم و طبیعت و سیاحی و هنرهای مردمی را کمیته تلویزیون و رادیو آماده نموده به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است. انتظار می رود که شبکه علم و طبیعت همین ماه بعد تصدیق لایحه از جانب حکومت و شبکه سیاحی و هنرهای مردمی تا آخر سال جاری به فعالیت شروع کند. در تاجیکستان حالا 6 شبکه عمومی جمهوری تلویزیونی فعالیت میکنند که همگی دولتی هستند. در صورت تشکیل شدن این 2 شبکه صحوی، شماره تلویزیون های دولتی جمهوری به 8 میرسد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو از کشورهای متفق دعوت کرد که بر ضد سلطه‌جویی جهانی حزب کمونیست چین قیام کنند. پامپئو روز 23 ایول در یک نشست با اشاره به چین گفت ایالات متحده آمریکا نمیتواند از این بیش اختلاف‌های میان کشورها در مسئله مهمی سیاسی و ایدئولوژی نادیده گیرد. او در کتابخانه به نام پرزیدنت ریچارد نیکسون در ایالات کارولینیا گفت پرزیدنت نیکسون که در سال 1969-1974 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بوده است، زمینه را برای تنظیم روابط دیپلماتی با چین تهیه کرده است. آمریکا و چین از سال 1979 روابط دیپلماتی دارند. به قول پامپئو در این 10 سالها دادوگریفتی واشنگتن و چین باعث نشد که چین کشوری بیشتر دموکراتی گردد. به قول پامپئو جهان آزاد برای این ظلم و ستم باید پیروز شود. یک روز پیش از این سخنرانی پامپئو آمریکا طلب کرد که کنسولگری چین در شهر هیوستن آمریکا بسته شود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به رهبر جمهوری چچنستان رمزان قادروف رتبه ژنرال مایور حربی داده است. روز 23 ایول قادروف در شبکه اجتماعی عکس فرمان پرزیدنت روسیه را نشر نموده در پایان آن نوشته است که پرزیدنت پوتین در یک صحبت تلفنی به او این خبر را رسانید. جای یادآور است که در سال 2009 پرزیدنت آن دوره دمیتری مدودف به قادروف رتبه ژنرال مایور پلیتسیا تقدیم کرده بود. آن وقت قادروف 33 ساله جوانترین ژنرال روسیه به شمار می رفت.
قادیروف از سال 2007 رهبری چچنستان را بر عهده دارد. در جنگ یکم چچنستان قادیروف همراه با جدایی خواهان بر ضد روسیه می جنگید. حامیان حقوق انسان او را در شکنجه، آدمربایی و مجازات بیرون از دادگاه و کشتاری رقیبان خصوصی و سیاسیش متهم می کنند. قادیروف خود را سربازی پرزیدنت ولادیمیر پوتین می نامد. چین نخستین پایگاه خودکاری بین سیاروی تیانون 1 را به کیهان پرتاب کرد. این پایگاه باید 11 فوریه سال 2021 به سیاره مریخ برسد. در این باره رسانه‌های چینی خبر دادند. موشکی باربر چندژن 5 روز 23 ایول از کسمودرام ولایت خاینان پرتاب شد. بعد 36 دقیقه پرواز موشک به مدار موردی نظر رسید. هدف این تجهیزات کیهانی جستجوی حیات در مریخ، اینچنین آموزش امکانیت‌های زندگی در این سیاره است. در صورت موفقانه پیش رفتن طرح، عالمان امکان پیدا می‌کنند که فضا، ریلیف و دیگر خصوصیت‌های مریخ را آموزند. پرتاب تیانون 1 در هفته جاری دومین هیئت به سوی مریخ است. روز 20 ایول امارات متحده عربی کشتی کیهانی خود را سوی مریخ فرستاده بود. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظر داشتیم به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب اسعاری که امروز از جانب بانک ملی تاجیکستان معین شده است، 1 دلار آمریکایی 10 سامانی و 30 درم، 1 یورو 11 سامانی و 92 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 144 سامانی تعیین شده است. بینندگان عزیز، برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.